سلام به پایان و بینندگان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، دوستان عزیز و گرامی، در هر جایی که قرار داشته باشید، سلام و سپاس ما را قبول کنید. از خداوند برایتان تن صحتی، بردباری و روزهای نیک را تمنا دارم. از لحاظ آنکه امروز بیشتر جوانان کشور ما، تاجیکستان عزیزمون، در هجرت، در غربت، بیرون از کشور قرار دارند، ما هم به خلاصه آمدیم سلسله برنامه‌های عائد هجرت پیشکش شما کنیم. دوستان گرامی، با این حقیقت که امروز اکثر جوانای ما، جوانایی که آینده ملت، آینده کشورند، خارج از کشور قرار دارند و این عمر پربرکت خود را در غربت صرف میکنند، ما هم نخواستیم که جوانهایمان را از نگاه معنوی خالی بگذاریم. به همین خصوص موضوعاتی که ما انتخاب میکنیم، عائد هجرت و مقاومت، چگونگی هجرت، باید در هجرت چی کارها انجام بدیم، هجرت برای ما و شما چی درس و عبرت ها میدهد، مورد بررسی قرار بدیم تا برای هر یکی ما و شما در زندگیمان مورد استفاده قرار بگیرد. هجرت اصلا کلمه عربی بوده، به معنای ترک کردن است، یا ترک کردن جای به جای دیگری، یا ترک کردن عادت. اما در معنای اصطلاحیش هجرت این ترک کردن کشوری که در آن ظلم و ستم و جور بالای نفر است به سوی کشوری که در اونجا امن تر می باشد. هجرت البته پدیده نو نیست. اگر ما تاریخ بشریت را آموخته باشیم، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت لوط علیه السلام و تقریبا سایر پیغمبران از کشورهای خودشون به خاطر که در اونجا گرفتار ظلم و ستم میشدن هجرت میکردن. از جمله پیغمبر ما و شما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بعد از آنی که مدت 13 سال مردم خود را با سخنهای نیک گوهر بخشش دعوت میکرد به سوی یکتاپرستی، به سوی یکدیگر فهمی، به سوی تمدن، آنها که سخنهای پیغمبر را قبول نمیکردند و پیغمبر را همیشه مورد آزار و اذیت قرار میدادند، پیغمبر علیه السلام مجبور شد در دفعه یکم قسمی از یاران خودش را به حبشستان مهاجر کند و بعد از مدت 13 سال خودشم با باقی مانده یارانش به طرف مدینه منوره هجرت کردند. البته برادران عزیز و گرامی، هجرت و غربت و دوری از وطن سختی ها، مشکلات های دارد، اما در همه حالت از فیض و برکت و نعمت و حکمت خالی نیست، بلکه شخصی با عقل، جوانی با فهم، آن جوانی است که عمر پرثمر خودش را چی در وطن چی در هجرت خوب استفاده میبرد و از امکاناتی که در هجرت در اختیار دارد برای خودش میتواند خوب استفاده کرد. پیغمبر علیه السلام در حدیث خود و قبل از اینکه حدیث را میخوانیم، خداوند عظیمشان میفرماید: و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا. هر کسی که به خاطر خدا و به خاطر زندگی بهتر و به خاطر حفظ عقیده و دین و ارزش‌های اسلامی انسانی خود هجرت میکند، کشور خود را ترک میکند، خداوند این گونه آدم‌ها را بی برکت، بی نگهبانی قرار نمیدهد. یجد فی الارض مراغما کثیرا، در روی زمین
از نعمتهای فراوان خداوند برخوردار می شود. پس برادران عزیز، مادامی که ما و شما در غربت، در هجرت، دور از وطن، دور از پدر و مادر، دور از خشم و اقربا زندگی میکنیم و این لحظات شیرین عمر خودم را دور از اونها میگذرانیم، نباید این عمر خودم را همچون به هدف هدر سپری کنیم. برادران عزیز، طوری که برای شما بیان کردیم، هجرت با اونه که مشکلات و سختی ها دارد، برکت و فیض و حکمت و درس و عبرت ها هم دارد. اگر ما به هجرت پیغمبر علیه السلام نظر بیاندازیم، میبینیم هجرت پیغمبر علیه السلام تانست تاریخ بشریت را دیگر کند. اون بشریتی که قبل از هجرت پیغمبر علیه السلام در ظلم و ستم، در وحشانیت، دور از انسانیت امر به سر میبردند، این هجرت پیغمبر علیه السلام با آنکه که به مدینه آمد یک جامعه اسلامی مدنی را تشکیل کرد، تانست بشریت را از اون ظلمات نجات بدهد. هجرت برای ما و شما درس های زیاد میده. ما و شما میتونیم از این هجرت خودمان عبرت ها بگیریم. هجرت برای ما و شما درس درباره توکل، هجرت برای ما و شما درس درباره امانتداری، هجرت برای ما و شما درس درباره حفظ عقیده، هجرت برای ما و شما درس درباره برادری، هجرت برای ما و شما درس درباره کوشش و تلاش، هجرت برای ما و شما از همه بیشتر درس در مبارزه میدهد. پیغمبر علیه السلام وقتی که هجرت کرد، مدت 8 سال از وطن، از نزدیکان خود دور بود. اما عاقبت هجرت پیغمبر علیه السلام همین بود که بعد از 8 سال با یک لشکری بزرگ، با حفظ دین و ناموس خود سربلندانه اون ظلم و ستم را نیست و نابود کردند و حقوق مردم را حفظ کرده وارد مکه شدند. بله برادران، هجرت دشواری دارد. بله برادران، هجرت سختی دارد. اما هجرت عاقبت نیک هم دارد. اما هجرت برای آدم خوشبختی هم میارد. خوشا به حال کسی که از این هجرت کرده خودش استفاده خوب کند. پیغمبر علیه السلام میفرماید انما الاعمال بالنیات، هر کار وابسته به نیت است. در هر کاری که تو نیت نیک داشته باشی، خداوند برای تو پاداش نیک میدهد. گاهی می شود هجرت برای شخص فرض و واجب است. مثال، تو در یک کشور، در یک قلمرو زندگی میکنی که بالای تو ظلم است، ستم است، حقوق تو پایمال می شود، ارزش های دینی تو پایمال می شود، بالای تو شکنجه زیاد می شود. در این حالت بالای این گونه فرد هجرت کردن فرض و واجب است. اما باری می شود که یک شخص نه به خاطر اینکه بالای او فشار و شکنجه و تعقیب است، بلکه به خاطر زندگی بهتر به کشور دیگر هجرت میکند، به خاطر رزق و روزی پیدا کردن، به خاطر تجارتش را رونق دادن. اما حالت دیگر هم است که یک نفر به خاطر کارهای عادی یا که به خاطر زیارت نزدیکان، به خاطر شناسایی با دیگر قومها به دیگر کشور هجرت میکند. اینها اختیاری است. اما اون مسئله اول ما گفتیم که یک شخص در کشور خودش مورد ظلم، ستم، حقوقهایش پایمال می شود، در این گونه فرد هجرت کردن واجب است، پس باید هجرت کند. اما به مسئله نیت باید خیلی اهمیت بدیم. پس مادامی که ما هجرت میکنیم، نیت نیک، نیت صاف، مقصد از هجرتمون در همه حالت، یا هجرت به خاطر فرار، به خاطر حفظ دین و عقیدمون باشد، یا هجرت به خاطر زندگانی، بهبودی تجارتمون باشد، یا هجرتمون یا سفرمون به خاطر زیارت نزدیکانمون باشد، اگر نیتمون نیت خالصانه، نیت نیک باشد، در همه اینها ما اجر و ثواب میگیریم. به هیچ یک اینها
از اجر و ثواب خالی نیست. فقط اگر ما و شما نیتمون خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی باشد. سخن ما رو با همین یک حدیث پیغمبر علیه السلام به خاتمه میرسانیم که پیغمبر میفرماید انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی. هر کار وابسته به نیت است و هر شخص به قدر نیت و به نیت خودش ثواب میگیرد. فمن كانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله. مقصد این است که اگر هر کسی به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی، به خاطر حفظ دینش، به خاطر حفظ ناموسش، به خاطر فرزندانش هجرت کند، پس خداوند اون را از اجر و ثواب دور نمیکند، برای او اجر و ثواب بیشماری میدهد. و من كانت هجرته لدنیا یصیبها او امرأة ینکحها فهجرته الی ما هاجر الیه. اگر کسی که مقصد از هجرتش عائله برپا کردن باشد یا کسب تجارت دنیا باشد، اونم به مقصد خودش خدا خواسته باشد میرسد، برخوردار میشود. تجارت کردنم در اسلام کار ممنوع و نامشروع نیست. پس از برادرها خواهش میکنیم که در این هجرت و غربت و دور از وطن قرار دارند، با یک نیت خالص این عمری خودشان را در اینجا سپری کنند. تا برنامه آینده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.